0 تا 100 بررسی کنترلر دوال سنس. امروز اومدیم که کنترلر دوال سنس رو به صورت کامل بررسی بکنیم و با نسل قبلش که دوال شاک مقایسهش بکنیم و همچنین در آخر ویدیو یه مقایسه ریزی با ایکس باکس وایرلس کنترلر داشته باشیم. به صورت خلاصه 0 تا 100 رو بهتون میگم آیا ارزش خرید داره نداره، قابلیتاشو بهتون میگم و در موردش امروز حرف میزنیم. خب اول بیایید یه مقایسهش بکنیم با نسل قبل که دوال شاک، ببینیم کلا دوال سنس چه پیشرفتایی داشته. ببینید توی دوال شاک 4 ما برد 10 متری رو داشتیم، یعنی کنترلر توی برد 10 متری به زور کار میکرد و ورژن بلوتوثش 2.1 بود، ولی ورژن بلوتوثی که توی دوال سنس استفاده شده بلوتوث 5.1 و همچنین برد 10 متری رو بازم بهتون میده، مونتا توی برد 10 متری خیلی بهتر میتونه براتون جوابگو باشه. و اگه از لحاظ ویبره و وزنم بخوایم حساب بکنیم، دوال شاک موتور ویبره خیلی عادی نرمال داره، در حالی که ما اینجا هپتیک موتور یا هپتیک فیدبک رو داریم که حس و حال خیلی جذابتر و خفن‌تری داره که اونم به عنوان یک قابلیتی که بهش اضافه شده در ادامه بهتون توضیح میدم در همین ویدیو. و وزنشون هم از 210 گرم به 280 گرم ارتقا پیدا کرده، ارتقا که نمیشه گفت بیشتر شده ولی بی‌دلیل نیست، به دلیل حجم باتری بیشتری که داره. 1000 میلی آمپر بود کلا دوال شاک 4، در حالی که ما 560 میلی آمپر بیشتر داریم اینجا و 1560 میلی آمپره و از طریق درگاه تایپ سی شارژ میشه دوال سنس. و اینجا هم یه میکرو یو اس بی قدیمی رو داریم. بی دلیل نیست خلاص این 280 گرم، این 70 گرمه به خاطر باتریشه، به خاطر بیشتر شدن حجم کنترلره که اوکی از نظر من. و از لحاظ شارژ دهی دوتا کنترلر، این دوال شاک 8 ساعت بهتون شارژ دهی میداد و دوال سنس هم با توجه به ویبره یا همون هپتیک استفاده ای که ازش دارید از 10 تا 12 ساعت متغیره، که این به عنوان یه ضعف نیست، به عنوان یه ارتقا برای نسل جدید در نظر بگیرید که حجمش بیشتر شده. و دوال شاک هم با یه بار شارژ کردنش 8 ساعت مفید ازش استفاده می‌کردید و کاملا اوکی بود از نظر من. و البته یکی از آپگریدهای دیگه دوال سنس که اینجا توی دستای منه، میتونیم به میکروفون داخلی که داره اشاره بکنیم. میکروفون داخلیش میتونه قابلیت خیلی جذابی باشه برای وقتی که مثلا هدست ندارید یا میخواید با خود کنترلر که نزدیکتون حرف بزنید و صداتون توی وایس چت پخش بشه، عالیه. توی دوال شاک 4 ما کلا فقط یه اسپیکر داخلی داشتیم که خیلی هم خوب بود خدایی. اینجا ما همون اسپیکر رو با یه آپگرید داریم، با یه صدای بهتر و بیشتر و واضح‌تر و همچنین یه میکروفون داخلی تقریبا با کیفیت هم داریم اینجا. و البته جفتشون هم از درگاه جک 3.5 میلیمتری روی کنترلر پشتیبانی میکنن که برای دوال سنس کمی اوضاع فرق داره و خروجی صدای مونو 16 بیت و یه ورودی صدای 16 بیت رو بهتون میده که فوق العاده خوبه. و از لحاظ حسگر هم بخوایم حساب کنیم، جفتشون برابرن و یه موشن سنسور 6 محوره دارن داخلشون که ژیروسکوپ 3 محوره به اضافه یه شتاب سنج 3 محوره باعث شده این موشن سنسور 6 محوره به وجود بیاد و واقعا عالی. خب روی دوتا کنترلر ما این نوار نور RGB رو داریم که به عنوان نشانگر وضعیت میشه ازش استفاده کنیم، مثل همین دوال سنس که دوتا خط این بغلا داریم و کنترلر دوال شاک هم یه خط باریک این بالا داره. مونتا چیزی که اینجا حذف شده لایت بار این پشته که روی دوال سنس دیگه نداریم، که به نظر من چیز جالب بود که اینجا داشتیم ما روی دوال شاک که اینجا نداریم، ولی باز باعث شده این قوسی یا برآمدگی زیر کنترلر کمتر بشه و خوش‌دست‌تر بشه به اصطلاح. به آخرین پارت مقایسه میرسیم که تعداد باتن یا دکمه های روی کنترلر. روی کنترلر دوال سنس 19 تا کلید یا دکمه یا باتن داریم، در حالی که روی دوال شاک 18 تا این تعداد. و البته قابلیت جذاب این وسط بهتون بگم که دوال سنس کاملا با اپل آرکید مچ میشه و میتونید گیم هایی که توی اشتراک اپل آرکید میتونید بگیرید رو با کنترلر دوال سنس بازی کنید که فوق العاده خوبه، مثل همون گیم های NBA و رزیدنت اویل ویلج و اینا که به نظر من عالیه. و حالا به بخش ظاهر کنترلرمون میرسیم که من همین اول کار بگم این 4 تا دکمه همون مثلث و مربع اینا کاملا بیرنگ شدن و به نظر من این باعث شده که طراحی مدرن‌تر و زیباتری رو اینجا داشته باشیم و دکمه های شولدر یا R1 و L1ش
به صورت کامل میشه گفت یه کمی برآمده تر شدن. این باعث میشه که خرابی کمتری رو روی دکمه های L1 و R1 داشته باشیم و دکمه های L1 و L2 یا R1 و R2 هم فاصله بینشون حذف شده که توی دوال شاک 4 ما فاصله رو اون وسط داشتیم که باعث میشه تسلط بیشتری داشته باشید. و همچنین روی دوال شاک 4 اگه توجه کنید این پایین ما یه برآمدگی داشتیم که روی دوال سنس نداریم و همونجور که میبینید میتونید بهتر دستتون رو روی دکمه قرار بدید اگه به صورت اقربی بازی میکنید. و به صورت کلی حجم دوال سنس اگه توجه کنید نسبت به دوال شاک کمی بیشتر شده حجمش و بی دلیل هم نیست گفتم و باعث شده بیشتر خوش دست‌تر بشه این کنترلر، به عنوان یه آپشن مثبت در نظر میگیریم. و همچنین توی رنگ هم خیلی مثلا تفاوت داشتن، کاملا برعکسه. میبینیم که توی حالت دیفالت روی دوال شاک ما رنگ غالبمون مشکی بود کاملا، در حالی که اینجا روی دوال سنس رنگ غالب سفیده و با مشکی ادغام شده، ولی خب باز زیباست و این یه چیز کاملا سلیقه‌ایه. و همچنین میکروفون رو داریم روی کنترلر، میتونه خیلی کاربردی باشه و یه دکمه هم براش قرار دادن که میتونید با استفاده از اون میکروفون رو خاموش و روشن بکنید. و البته جنس بدن کنترلر هم یه پلاستیک فوق‌العاده با کیفیتیه و این ریزه‌کاری پشت هم استکاک توی دستش رو خیلی بهتر کرده، خیلی بهتر توی دست میشینه و خیلی متریال با کیفیتی توش به کار برده شده. و حالا به بخش قابلیت‌های جذاب این کنترلر دوال سنس میرسیم که توی دوال سنس PS5 ما داریم یه تریگرهای تطبیق پذیر رو، یعنی این تریگرها با توجه به گیمی که دارید بازی میکنید سفت یا شل میشن که در ادامه بیشتر بهش میپردازیم. و جدا از اون یه سیستم هپتیک داریم که فوق العاده خفنه، به اصطلاح هپتیک فیدبک، که یه سیستم ویبره فوق العاده با کیفیته که حتی در این حد دقیقه که میتونید تک تک قطره بارونی که داخل گیم میباره رو روی کنترلر احساس بکنید. و همچنین یه دکمه کرییت رو داریم، یه آپگرید از باتن شیر دوال شاک که کار بیشتری رو براتون انجام میده و تک تک دکمه روی دوال سنس هم قابل برنامه‌ریزی هستن. و گفتیم یه دکمه یا باتن کرییت داریم این بالا که بهتون میگم چی کار میکنه. قبل هر چیزی میتونید باش اسکرین شات بگیرید، یه منو باز میشه بعد اینکه فشارش بدید، میتونید اسکرین شات بگیرید از طریق اون منو، یا گیم پلی هاتون رو تا رزولوشن 4K رکورد بکنید باش، و یا حتی به صورت لایو وارد یه لایو برادکست بشید و روی پلتفرم تویچ و یوتیوب تجربه همون لحظه‌تون رو به صورت لایو به اشتراک بذارید. خب قاعدتاشو گفتیم، بیاید بررسیشون کنیم تک به تک. اولش همین تریگرهای تطبیق پذیر این پشته که فوق العاده زنده و پویا هستن از نظر من و به صورت کلی فوق العاده میشه گفت. مثلا داخل یه گیم مثل کال آف دیوتی اگه یه تفنگ سنگین دستتون باشه مثل AK47 یا M4، با توجه به وزن ماشه اون تفنگ این تریگر این پشت هم سفت میشه و وقتی که میاید ایم بکنید باید یه کمی بیشتر فشارش بدید و با توجه به تک تک حرکاتی که انجام میدید این دوتا سنگین و سبک میشن. و یا مثال بهتری بخوام بهتون بگم، وقتی که دارید داخل گیم ریسینگ مثل گراند توریسمو 7 بازی میکنید، با توجه به فشار پدال ماشینتون باید شما به این تریگر این پشت وزن وارد کنید که خیلی حس زنده تر بودنی بهتون میده داخل اون گیم. و به صورت خلاصه تک تک حرکاتتون یا مثلا کاری که داخل گیم انجام میدید، وزنایی که به مثلا پدال ماشین یا ماشه تفنگ وارد میکنید رو اینجا خیلی راحت توی دستتون مثل واقعیت احساس میکنید و این یه حس واقعی بودن خیلی بیشتر رو بهتون میده و خیلی بیشتر با گیم درگیرتون میکنه. و البته یه چیز دیگه ای که این کار رو باهات انجام میده توی این کنترلر، همین هپتیک فیدبک یا بازخورد لمسی خود این کنترلره که باعث میشه تک تک حرکات و تجربیات داخل گیم رو توی دستاتون خیلی راحت احساس بکنید. و این قابلیت بخوام مثال بیارم برای اینم، میتونم بگم که مثلا شما داخل یه گیمی هستید و داره بارون میزنه داخل گیم و باد میاد، این کنترلر کاری میکنه که جهت باد رو مثل یه ویبره از این سمت به اون سمت احساس بکنید یا تک تک قطره‌های بارون رو روی کنترلرتون به صورت مجزا روی قسمت‌های مختلفی از کنترلر احساس بکنید. و مثلا میخوام یه مثال دیگه بیارم، داخل یه گیمی دارید رانندگی میکنید، حس و حال این ویبره هپتیک داخل کنترلر توی گلولای با آسفالت فرق میکنه. توی آسفالت مثلا یه ویبره نرمتری دارید، ولی به محض اینکه وارد گل میشید این هپتیک موتور خیلی بیشتر میشه فشارش و خیلی بیشتر کاری میکنه احساس کنید فضای داخل گیم رو و تک تک حرکات و ظریف‌ترین حرکات و تجربه داخل گیم رو روی کنترلر میتونید احساس بکنید. و
کلی میخوام اینو بهتون بگم، محدود به ویبره خیلی عادی نیست که توی دستاتون بلرزه، یه تجربه خیلی ناب و درجه یکه. و با توجه به تجربیات خودم به صورت کلی بخوام بهتون بگم، این کنترلر خیلی پیشرفت‌های زیادی نسبت به نسل قبل داشته و به شدت ارگونومیک تر شده، یعنی خوش دست‌تر شده این کنترلر و تسلطتون روی این کنترلر به شدت بیشتره. و این کنترلریه که میتونه خیلی بیشتر از دوال شاک 4 براتون خاطره سازی کنه و باش زندگی کنید به صورت کلی. و گفتم یه مقایسه ریزی هم در آخر ویدیو با ایکس باکس وایرلس کنترلر داریم که اگه خلاصه بهتون بگم، اگه متریال و جنس ساخت با کیفیت تری میخواید بیاید سراغ ایکس باکس وایرلس کنترلر، ولی اگه آپشن های زیاد و تجربه خیلی لذت بخشتر از گیم رو میخواید بیاید سراغ دوال سنس سونی. کاملا سلیقه‌ای، اینم در نظر بگیرید، جفتشون عالیان، جفتشون خیلی خفنن، جفتشون ارگونومیکن به شدت. بسنجید ببینید نیاز خودتون کدومه، واقعا کدوم بیشتر دوست دارید اونو بگیرید. و اینم 0 تا 100 کنترلر دوال سنس سونی که با دوال شاک هم مقایسهش کردیم. یه مقایسه ریزی هم با ایکس باکس وایرلس کنترلر مایکروسافت داشتیم و همین به آخر ویدیو رسیدیم. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. اگه مفید بود ویدیو رو لایک کنید، چنل رو ساب کنید و اگه نکته‌ای در این باره میدونستید که 100% میدونید توی کامنت ها برام بنویسید. تجربیات خودتون رو به اشتراک بذارید که من و بقیه بخونیم و لذت ببریم. تا ویدیو دیگه میبینمتون. See you guys.